اگه تو هم میخوای با این شات همچین ادیت خفنی بزنی حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش، بهت آموزش میده. فقط کافیه وارد این شات بشی، قسمت ویدیو جدید عکس مورد نظر تو انتخاب میکنی، بعد تو قسمت مدت زمان ثانیه رو میذاری تو آخر، میای داخل عکست قسمت 3.8 رو با تقسیم شدن تقسیم میکنی، میای اول عکست گزینه اثر رو میزنی، گزینه تنظیم کردن رو میزنی، میای اینجا اشباه میاریش تا ته، میای بیرون قسمت انیمیشن رو انتخاب میکنی، میای این گزینه رو انتخاب میکنی و میذاری روی 3.5 انتخابش کنی، میای دوباره تو همون خود عکس قسمت 3.8 رو که قبلا جدا کرده بودی با بقیه عکست انتخاب میکنی، میای تو قسمت اثر، میای تو خود اثر، میای این سیاه‌پوسته انتخابش میکنی، لرزش رو میذاری رو کم، میبرش تا آخر. تا اینجای ویدیو همچین چیزی شد. دقیقا 90% کار رو رفتیم. فقط کافیه بیایید رو قسمت VIP، قسمت ویدیو اینی که من توی چنل اینستام گذاشتم و انتخاب میکنی، میای تو قسمت تلفیق گزینه اولی رو میذاری انتخابش میکنی، هر جا تصویر خاصی انتخابش میکنی، میای این علامت این شات هم ور میداری و تقریبا ویدیو تمومه. صادرش میکنی.